امی خود هر چیز مفهمه و بادشاهی خوب مفهمه ولی دمی راجر خدا نمفهمه. و باز دیسی پوست خدا بالا موز دیسی دستر خدا بالا بودی امروز مجبور شدم بخش از شما پلاستیک باید الان یک کل گفته یک چیز نگفته برادر را باز دیسی پوست خدا بالا شما دیسی موی خدا بالا. آجی میتر بیایی نمیتر بوری خیلی خوش آمدی خیلی خوش آمدی آجی صاحب خوب هستی بخیر سلامت جمع جون تو دغ مرد ببینی صدقه چی از ترس سوق تو مگه نرم مرا جریمه جور دلته مرد دی ببینی صدقه چی سلامت جمع جور خوب هستی خیرت جمع خیرت خير خوشاله تکلا سلام راوله خير خوشاله شکر خوشی سو خوشی ما سبب تکلیف نمیشه دیگه که تو جواب بدیش خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید خوش هستی بخیری الحمدلله سلامت شب از دغه سرودین دغه قربانی صاحب دیگه خیلی خوش آمدید توی عبدالنبی. بسیار خوش باشه. ما خوشحالیم که عبدالنبی جان امروز یک مراسم شادمانی برای فرزند خود برگزار کرده. خدا قدم در نکنه از این بهره و بچه ها و نواسه ها بنگرنه. بسیار یک توی خوب اجتماعی که از برادران پشتون و هزاره ما از ولایت غزنی و زابل با هم سر یک دسترخوان برادرگونه ششته واقعا یک روز پر افتخار بودیم. ما این توی را از آردیشم از تو که دختر برادرته بله و از یک ولده فرزند کو عروس نو مبره از آردیشم مبارکباد عرض منم و یک جهان تشکر از آردیشم. عبدالنبی آردیش قطعی خیلی زحمت هم کشیده سلامت بسیار خوب آشپز بسیار خوب غذا درست کرده و ضمن بسیار مهمانان خیلی زیاده تعداد تقریبا 800 یا 1000 نفر اینجا شرف حضور داره. یک کاری ساده ای نیه خدمت کردن از خیلی مشکل. عبدالنبی که کار برآورده یار آفرین عبدالنبی از آردیشم تشکر. جور باشی خب معلم صاحب شما هم خیلی خوش آمدی. خوش باشی زابلی صاحب تبریک باشه بر شما و بر عبدالنبی کاکا عروسش تبریک باشه دوستی تان تبریک باشه. نه شکر زیر از این درخت‌ها یک سمبول وحدت ملی رو ما می‌بینیم. برای زابلی صاحب بر شما برای عبدالنبی کاکا خوشی مبارک باشه عروس تبریک باشه. انشالله که خوشی های فراوان داشته باشین. خیلی خوشحال هستم از اینکه دو قوم نجیب افغانستان به اساس همون پول دوستی که بین خود جور کردن در خوشی و غم خود شریک هستند. هر روز در کنار هم است. دیروز شما در پاتو بودین در برنامه ما شرکت کرده بودین در مسجد. امروز ما در برنامه خوشی شما شرکت کردیم. این بس جای افتخار است. امیدوار هستم کل مردم افغانستان بتونه این رقم یو لبول سره یوزای میله که چکرونه و وحی چکرونه و وحی او خوشیگان یوزای تجلیل که شما خیلی تشکری میکنیم که تشریف آوردید چون شما مصروفیت هم داشته دیگه و نمورم امروز رضایی مدیر مکتب ما هم زیاد سلام گفت. ما تا ساعت 10 همونجا وظیفه کردیم باز ساعتم خالی بود. مرا گفت تو به خوشی زابلی صاحب اینا شرکت کو. سلام شما ما برتان سلامت باشی جور باشی. حاجی صاحب خیلی خوش آمدی. خوش باشی تشکر برادر خوشی و توی از ما دیگه ما خیلی خوش برادر جان عزیز می غریم شد زاد مردم بوری کم تو افغانی سیل کنی ما مو بیمنایم از غزنیه ماشاءالله بچه‌شون باید که بری دیگه بوری اگر 100 نفر باشه ما نان خوب نانی مردانه میدیم. برادر عزیزم دیگه یک جان تشکر از شوقم ده. نه خیلی خوش آمدی با یقین ما قدر خوشحال شدی باور کو باز
امیر که خود تو هم دید چون تو اون ما میدونیم که مریضم هستی رفتم نمیتونی خدا رسید در اون قدر تکلیف ما از بلغل تا شدم من اسمه او در بلا مفهمه در بادشاهی مفهمه ولی دمی راجور کدو نمفهمه خو یالی خو اینجا هم دید دیگه یالی خو کاری از مو افغانی مثلا نه بخی سه و جای و دیگه شما گله نکی نه گله نداره شما مهمان هستی نه گله والله کار مخلوقه همین سیه برادر هر کس خانه داره بوز داره وطن داره همین سیه دیگه زابلی صاحب بخی سیه مشکل نداره رای خوب تشکر پس دایشون امیرو آجی صاحب راست میگه امیرو خیلی ما گفتم خب امی اوقات در هر چیز مفهمه در بادشاهی خوب مفهمه ولی دمی راجور خدا نمفهمه خدای من در بادشاهی خوب مفهمه خیلی خرابه وضعیت دمی بادشاهی که دیگه یاد نشد مقاضره رو خوب ما شریک ننی چرا امی ما برادر جانی تنه و افغانی نی ما هم که افغانی کنه تا نیستیم جور باشه آجی صاحب دیگه مزاحم شدیم نام خوب بخور یک دنیا تشکر امی کم دی خیلی خوشحال شدی دیگه تشکر محمد بخیر جان خوبه الحمدلله بخیر پس خدای جان جوره بخیر شکر باز دیستی پوست خدا بالا من در موز دیستی دسترخو بخشش مو مجبور شدم پلاستیک آوردم اما مثلا شنیدید میگه باز دیستی پوست خو موز دیستی دسترخو دیگه گفتم والله تک پلاستیک نمیرم آبی چای از قیله روز آن خوبه بعد قدیمی ما برادر جان دستر خود جور بده او قدموی مخورده حاجی صاحب محترم همی پلاستیک برکت دیت نداره همی دسترخوان کمی تا خوب نشم نگودید بزن نمیده حاجی صاحب بالی کوامی رواجه نو رشمو رواج کدید حالی مور دقا مخته کدید حالی در نو پسا خدا خانه زی چی رقم کنه که برادر جان دی زرپای رقم برقای قسم دیور نخاتمون از بسیاری در پیلوم عمدال یک کار دیگر دیر نشته حالا کار دیگر از ما بخش جور کو بخش داماد در ما باید میشه داماد داماد دیمی داماده کدام داماده داماد بود حاجی صاحب رو گفتم ما همی در شما مسئله ده بو مسئله در مو نیه موگه رو باز دیستی پوست خدا بالا موز دیستی دستر خود بالا بودی امروز مجبور شدم بخشی از شما پلاستیک حالا یک کل گفته یک چیز نگفته برادر رو باز دیستی پوست خدا بالا شما دیستی موی خدا بالا حاجی صاحب محترم با واقعیت امروز از یک سر که عروسی بچه میسته دوستی بچه میسته توی بچه میسته در سر دویم ما بسیار غدر که خوش هستم یک دو ملت دو تایپه دو قوم زابل و غزنی جاغوری و خاک افغان که امی تر توی اجتماعی داشته باشه خدا کنه که اینمی رقم برادرها در همه توی ما و شما یک جای شنی امی سیاسر و موسیپید و جوان کلی با هم برادر باشه حالی الحمدلله که ما در خانه برم در خانه که ما یکم ترس مخری خاطر که وش کنید چندان خوش از ما نمایمون که خدا قوی دادیلش کدام شک مگ نه دیگه این میترسه نه دیگه الحمدلله که دخانه برم نه شما بسیار جای افتخاره خورا رو گوش کو به خدا و قسم الان از مایه برادر جان عزیز ما و شما از یک پدر از یک مادری فهمیدی افغان و زاره است برادر جان عزیز آدم رفت خانه برادر یک افغان میمون شد خانه از افغان بیمون شد گفت که یه دو دانه دختر بست گفت تا میشکی آقا گفت یا میشک زیم
امی مسئله است که ما در افغانستان که پشتون کلو برادره ولی که رضا برادر که تو خود گوشته که ما بازم الان شما بسیار چی کم میبینید دلیل ازی برادر جان عزیز دختر رفت خو گفت مرجان زی مریضی سرنگ مریضی گفت مرجان خوام بدیگی ای تو درد نه در توی از ما در روسیه ما تشریف آورده توی آدم بود نمیدم در توی از تو شوق آمد برادر آمد در قلف آمد سلامت باش بسیار خوش آمدید لکه زاید تشریف راوړی د خیر زابل ولایت له شاجویل ولسوالۍ ماشاءالله ماشاءالله نور مرګري انډیوالان ډیر مرګري مې دي ورورونه مې دي را سره کاکا زمن مې دي قریبان مې دي بيخي ډیر راغلي ښه څونه خوشاله یې چې بس ډیر خوشاله یم ډیر نظم برابر ده ډیر ترتیب سم ده هر څه پرېمانه دي خدمت یې ډبل کړی دی عزتونه ډیر دي هر څونه خوشاله یم ډیر خوندور واده ده له دواړه طرفه هم د حمیدالله له طرفه هم د عبدالنبي له طرفه بالکل مننه دغه د جاغوري خلک چې دلته میلمانه راغلي د تشریف راوړی ده دا ښه کار نه ده سوی ډېر خوندور کار سوی ده دا خو بخت و اتفاق ده ډېر ورځلوي راغلي ده ډېر خوند کې بیخي ډېر هزاره راغلي دي ورونه م دي نو خدای دې راولي دا کار چا کړی کورې ودانه وایم ډېرې وایم خدای دې خیر ورکړي دا بخت و اتفاق دې خدای تعالی راکړي نورم درباره مردم جاغوری چه نظر داره که امروز در توی آمده اینجا؟ بسیار همین نظر دارم که بسیار خوب کار کرده بسیار خوب کار کرده که انجام ده بسیار خوب مزه میگه بسیار چندان پارسی من خوب مفهومم نه یعنی هدف کمیه که بسیار کاری خوب شده بسیار کمی اخوت و برادری و دوستی رو بیشتر بسیار امروز خوشیم در یک تویم همیتر خوش نشدم در می توی بسیار خوش شدم جور باشی سلامت باشی مننه واو مالی صاحب محترم شنیدی چی گفت؟ نه والا ما گفتم یارم ما گفتم یک چند نفر از راه هم در خانه اوغو اوغو کنان شی مو از او قدر چتلم به خدا گفت ما زرد نداره با خدا که داشته شد خدا رو قسم بخشش میکنم زرد نیه او علی که دختر حمیدالله را که ما آوردم اما آتش که زرد داد هر چیز زرد پاره که بخشش خریدد بود که داد دیگه تا که او زنده هم او زرد دیگه حالی زرد مو نداره کاسه کم کبکوب که شد خود چی بدرنگ میشه نه دیگه یه از را گفته والله یه چیز کار بخورم نخورم آخرش یک اینمی خدر لغمه را بال کده که خورده گفت بای مالی کورا بیزون مردار شد ایرانی از را گفته نه؟ زنده باشه سلامت باشه علی صاحب میگه تو همی بچه خود نشو بدیم ما از برای تکیر نشو بدیم دعوت نگیارید حالا صبح از من اشک صبح پیش دوربین گفتم دیگه تاش خوردی دیگه رفتی نه علی کو دیگه این قدر دوست رو میگی اون قدر کو نمیگی عبدالنبی جرسته الحمدلله تو خوبی جامان خوبه جان تجار خانه خیره روز خوشیه بسیار خوش آمدید بسیار خوش باش با خدا قسم که بیدید مایرم یک سر امی خوشحالی کمی مجلس توی امی تر رنگینه از را و پشتون ولایت زابل ولایت غزنی ولسوالی جاغوری ولسوالی خکبخان اینمی دو برابر خوشحالی از ما رو زیاد کرده که حالی امی تر سایل نی امی تر گرد ششته او از را این طرف هم که سایل نی الحمدلله نفرت دیگه گم شده نجیس مجیس تقادت نیه گادوات دیگه غلیطینی که مخصوص خیلی خوش آمدی دمی شادی و در روسیه اوغو باز خصوصا از ما و عبدالنبی خیلی خوش آمدی دیگه خوش باشین بسم الله الرحمن الرحیم ما برادرای پاتو امروز به دعوت عبدالنبی که امروز انشالله عروس خموب را
و دختر برادر آقای زابولی را. تقریبا برادرای پاتو در حدود 50-60 نفرم ده. ما بسیار خدا را شکر می‌کنیم که به عنوان یک برادر، به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان که ما همه ما تابع در قرآن، تابع در دین اسلام، تابع که ما مسلمان هستیم، درد همدیگر ما درد، اما خوشی همدیگر ما خوشیه. ما رو که در عروسی خود دعوت کرده، ما هم دید انشالله بسیار خوشحال هستیم. خدا انشالله این شادی و این عروسی را نیک مبارک کنه. در آینده ما انشالله را خواهش داره که از کل برادرای، از کل ملیت افغانستان که به عنوان یک فرد، به عنوان یک ملیت افغانستان که ما جزء تابع خانه مشترک داره که به نام افغانستان است، از زندگی کنیم، همدیگر را قبول داشته باشیم تا افغانستان آباد شنه، جز یک در یک خاک، در یک وطن، به عنوان یک برادر زندگی کنیم تا از فقر، از بدبختی، از بیچارگی نجات پیدا کنیم. سلامت باشی دیگه. تی مقصود خیلی ما را خیلی واقعا خوشحال کردی. همین مردم شما که مثلا از پاتو هم ده، از تایلم هم ده، از دیگه جای هم ده، اندی باور کو خیلی ماشاءالله زیاد هم ده. ما یک قدر خوش شدی. همین قبلا نبی گفت که مثلا همین عروس که میروم و یک سره همین همدونی شما باز ده همینجی و باز یک دیگه سره مثلا دیگه خیلی خوش آمدی. خدا کنه که همین خوشیا و همین صمیمیت در بین کل افغانستان باشه، باز خصوصا در بین ما و شما خیلی یک دنیای دیگه. بله برادر از آقای زابولی، چند روز پیشتر ما دختر معروض شد. بله بله. ما همین برادر از زابول، از رسنه، از خاک افغان، این مو و شما که انشالله جز یک خانه مشترک هستیم. کمده بود همین برادرای از ما در خارجه. همین که دوباره در خصوصیات قد از ما صحبت کردم، ما بسیار خوشحال شدی از این ویدیو را که مثلا آقای زابولی اولترین ویدیو را تو پخش کرده. همین ویدیو را تو رسایل کردن. گفت به خدا، گفت ما همه اونایی که در خارج هستن کلگی همین تسهیل کرده، بسیار خوشحاله که این کار خوب کاره که ما دیگه همین تفریقه و بدبختی را همین کنار بلیم، همین برادری و اخوت و همبستگی را مثلا همین اتحاد حفظ کنیم. سلامت باشید. با کلمه رسول الله که بگویا که بلونگی باید که این بگویا جای مهمان است نه؟ خب اجی مقصودی باید تو باید لنگی همون جند سر تو باشه. ولی خوب رنگ گرفته. خوب رنگ گرفتی. خوب رنگ گرفتی. یعنی همین رنگی ملا برادر واری همین لنگی افزویا. چانس تو کار کده با خدا. روی خدایی دور کن بزن که یک فیلمش میه. آجی مثلا روی خدایی بگم. خالی از نرم بگم. نو کیمروز فقط. آجی مثلا یاد نداره لنگی را. از ما چی رقم آمد کردی؟ نه خوب لنگی زد. با خدا مت لنگی زد که نه تو خوب زدی، خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. از ما که برادر افغان هستم، برادر ما افغانی میزنه. قربانی صاحب چطور هستی؟ خوب هستی؟ الان تو دیک نشوی. سلامت باشی، جور باشی. این را در میلم یک دسر از ما بندرنه تحفه از دوستی از شمایه. سلامت باشی. نه ولی که سیلونگی یک تحفه نه چیز است شما باید امیر را چه قبول کنی. نه خوبی از آجی. نه از آجی اون شو پیت کردی. خوبه دیگر آجی صاحب تبریک باشه، تبریک باشه. ماشاءالله. بله بله. نه والا خیلی مزه داد خداییش. دوستی شما مبارک باشه. سلامت باشی، جور باشی، جور باشی، جور باشی. انا خلفت تو نوش نباید. تو ورز دیوادن این پیتری رال ورز دین روای خدا قسم پنجری تو. ورز الاول بیشتر قبل دین روای خدا. تو توه ورز حالت تو بدن توه. ای تو پلمیت راولی پلمیت. آوازی تو روش ندیدی.
با خدا لونگی سپاس من مدیم. او ماشاءالله ماشاءالله خلیفه تبریک باشه یالی مزادت به خدا. بیدی که ما لونگی دیم تو بدین سرخ بلو لونگی مرد کلی شنه کلیت بال بروزده او بخیر شکل است رو بد کرد. تو سیدو شغله لیزده هونه کی خوب لونگی زده از تو یک سبب موزیا اینمزی 14 سیر بوده. الک اسلامه استاد جان تبریک باشه ماشاءالله به خدا خوب لونگی یاد داری چرا تو نمیزنی همیشه در قد اوغو میگردی لونگی توفای دیگه که ما دیدید دیگه ما میره دریغ نکردیم دیگه خود دیگه یعنی مو تحفه دیدی از این بعد دیگه وقتی که تمام شدی همین لونگی باید در سر تو باشه دیگه آره کجا مری بشین او تو بشی یالی بشی شاو آره بعد از نان برید شاو نه جان دیگه بوری مواد یالی دیگه وقت خانه آدم نمانده. خیر از شما منده در مو نیه در موم نیه یک نمانده. کجا رفته؟ پول که میدم ده. تو باش تو داماد بای داماد بای رو تو باش ما وطنگا من سکنیه خریدار لونگی بسته کده کلگیشو عبدالنبی مبارک باشه. عبدالنبی دغه سپینځله په څنګ کې سکه یو دغه یو بری کدی دغه پاتې سو سی بیته خو ما دغه ځای وایو مایدان ندارم قربان حاجی صاحب دیگه یه خو مایدان بود ما یعنی همین کیر دارم موی سپیده ماستی عبدالنبی رو دارم آلی خو مزم با خدا قسم محمود